درود دوستان، این بگاه در مسکو در لیگ آسیایی رقم 200 سه ورزشگری نامدار تاجیک برآمد میکنند: بهروز هوروف، اسکندر محمدعلیев و دولتمند چوپونov. حریفان هر سه‌اش خیلی قوی هستند و امیدواریم که ورزشکاران تاجیک دست بالا میشوند. زیادتر من میخواهم که بهروز هوروف حریفش را شکست دهد، کرگینov را، چون که اون از حد زیاد حرفای به معنی میزند برای با طرف بهروز هوروف و با طرف تاجیکایی که بهروز هوروف را دستگیری میکنند و من میخواهم که بهروز هوروف او را شکست دهد و با طریق نکداون یا نکاوت و این یک درس میشود برای حریف بهروز هوروف، کرگینov، که او باید که گفتیم یک مطلب تاجیک است که پیش از پودا باید چنگ نکند و امیدواریم که هر سه ورزشگری تاجیک دست بالا میشوند. دوستان، ورزشگران تاجیک را، دولتمند چوپونov رو، بهروز هوروف رو و اسکندر محمدعلیев رو در کامنت ها دستگیری کنید. دعا کنید که آنها امشب در مسکو دست بالا شوند و پرچم تاجیکستان رو بردارند و همه مردم تاجیک رو خوشحال کنند و دیگران رو نشان دهند که مردم تاجیک قوی هستند و رستمانه می جنگند و همش شیردل هستند و نمی ترسند. دوستان، در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. امشب تماشا میکنیم و من حتما نتیجه اش رو فردا با شما میرسانم و از خدا امیدواریم که نتیجه خوب می شود و باوری داریم که بچهای تاجیک دست بالا میشوند. دوستان، در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. این بگاه در مسکو ACA 200 بچهای تاجیک رو دستگیری میکنیم. خدا یار و یاورتان باد.